یک نفر گفتن داملای شیرین سخن جواب میگفته یک نفر 7 سال قم خواند، 20 سال در ایران زندگی کند، در خانه اش همه کتاب های شیعه را داشته باشد، یگان سنت را در ظاهرش دیده نشود و به قرآن و سنت درس ندهد و باز گوید که من شیعه نیستم، آیا دیگر طالب علمان می توانند آن را شیعه نامند؟ التماس گفته به همین جواب می گفتید. در شهر قم 20 سال 7 سال در شهر قم خوانده، 20 سال دیگر در ایران بوده. بله، قم یکی از شهرهای ایران است. یعنی شهری که شیعه اثنا عشریه آماده می کند، محض یعنی شیعه های افراطگرا در همین قم آماده می شد. 7 سال اونجا خوانده است. 20 سال در ایران که مذهبی رسمی شیعه هست. بله سنی ها هستند، 20 میلیون سنی هست در ایران، ولی که اقل یک میلیسه در دست سنی ها نیست. یا مسجدی حلال نداره. حکومت، حکم، وظیفه ها همش در دست شیعه ها هست. اگر در قم خوانده باشد، قم یعنی مرکز شیعه براری و شیعه پهنکنی در دنیا قم است. 7 سال در قم خوانده است، 20 سال در ایران گشته، در خانهش همه کتابای شیعگی هست، یگان عملی سنی نمی کند، نه به قرآن و سنت عمل نمی کند و فقط میگوید که من سنی هستم. دروغ میگوید. سنی باشد عمل کند مثل سنی ها، در همه کار و رفتارها مثل سنی ها عمل کند، عقیده سنی ها را گوید. شیعه ها توقیه میکنند، یعنی من شیعه نیستم گفته تا اینکه مردم وی قبول کنند و بین مردم میدارن و شیعه هست و قول مردم جنوب روش سیاه میکنه.